من فکر میکنم در مورد اسلام و نسبتش با حکومت هیچ وقت این بحثایی که اکنون در کشور ما مطرح است مطرح نبوده و اینا خوشبختانه از پختگی برخورداره که باید خیلی هم اونها رو مغتنم شد. اینکه یه روزگاری در جای دیگری و در تاریخ دیگری چیزی به نام سکولاریسم رخ داده است به هیچ وجه معناش این نیست که اگر در کشور ما از حکومت و از سیاست و دیانت سخن میگیم، از جداییشون یا ارتباط و اتصالشون 100% داریم به همون راه میریم. استفاده کردن از تجربه های دیگران البته شرطه و انسان نمیتواند چشمش رو ببنده، ولی قصه اسلام و نسبتش با حکومت و سیاست، تعیین این نسبت بسیار پیچیده کار خیلی دشواری است که بارش رو الان روشنفکران دینی میکشن. چه احتیاجی هست دکتر؟ سوال اینه که بعضیا میکنن، میگن که وقتی که ما راه و روش حکومتداری دموکراتیک الان در دنیا موجوده و خیلی راحت میشه این رو قوانین مدنی رو حاکم کرد در جامعه و دین موضوعی باشه کاملا خصوصی و در خانه ها مردم نماز روزه‌شون رو بخونن، اگر چه احتیاجی هست که روشنفکران دینی بخوان وارد این مراحل پیچیده و غامض و طولانی بشن که بخوان این دوتا رو به هم آشتی بدن؟ ببینید، این رو کسی میگه که چندان به دین یا اعتقادی نداره یا او رو مهم نمیشماره. اما کسی که هم اعتقاد داره، هم مهم میشماره، هم نقش مهم اجتماعیش رو میبینه، هیچ وقت اینجوری سخن نمیگه. یه موجودی به نام دین در جامعه ما به نام اسلام بسیار پرتوان و پرقوت ایستاده است. اینو نادیده گرفتن یا تقلیل دادن به نماز و روزه یا به احوال خصوصی اشخاص و مردم رو دعوت به کنار گذاشتن اونها از صحنه اجتماع کردن اصلا موضوع رو حل نمیکنه. صورت مسئله رو کاغذ پاک میکنه، حتی در جامعه هم پاک نمیکنه. اینطوری اصلا به سراغ دیانت در جامعه ما نمیشه رفت. ببینید، بنده معتقدم یه روشنفکر دینی ناگزیر این اعتقاد داره که در دین خوبی‌هایی هست که بر بدیهاش میچربه و به همین سبب به او هنوز میچسبه و متوسل است و نمیخواد او رو از دست فرو بگذاره. این یک جنبه کار که برگشت به اعتقاد میکنه. جنبه دیگه هم تو حضور قوی اجتماعی و سیاسی دین است. دومم اصلا این قصه ای که در میان خیلی از روشنفکران ما و غیر روشنفکران ما مطرح شده که دینی امر خصوصی است، من فکر میکنم یه خطای خیلی بزرگه. دین هیچ وقت امر خصوصی نبوده، امروز هم نیست، در دموکراسی ها هم نیست، در لیبرال دموکراسی هم نیست. چطور میشه دینی امر خصوصی باشه؟ شما وقتی که یه اعتقادی دارید، این اعتقادتون تو تمام رفتارهای شما ریزش میکنه. در همین آمریکا که الان بنده و شما نشستیم و با هم سخن میگیم، مردم که اعتقاد مسیحیت دارن هیچ وقت به رئیس جمهوری که غیر معتقد به مسیحیت رأی نمیدن. یعنی اصلا دین امر خصوصی نیست، همه جا خودشون نشون میده. اون چه که در سکولاریسم یا به تعبیر من در حکومت فرادینی گفته می شود این است که ما به لحاظ حقوقی بیایم و حساب دین رو از حساب دولت و حکومت جدا بکنیم، یا به تعبیر دیگه بیایم و یه نگاه تکثرگرایی به حکومت بدیم، به طوری که به همه فرقه های دینی به یک چشم نگاه کنه و به هیچ کدوم مزیتی نسبت به دیگری ندهد. همین. اما اینکه دین به عرصه خصوصی برود نمیرود. بعدش هم اسلام واقعا نشان داده که خیلی سخت جانی میکنه و در بسیاری از مسائلی که امروز سیاست حرف داره اونم حرف داره. آشتی دادن اینها، به میان آوردنشون مهمه. نکته بعد این که جناب آقای فانی، اساساً ادیان و خصوصاً اسلام، ما کار نداریم به این که حالا کسی به او معتقد باشه نه، یه منبع مهم برای الهامگیری در مسائل اخلاقی و رفتاری آدمیانن. اینا رو کنار گذاشتن و ندیده گرفتن و از مردم خواستن که اونها رو ندیده بگیرن یا فقط به درون خانه هاشون ببرن، به نظر من بیمهری است نسبت به یه میراث بزرگ فرهنگی. به این دلایل است که بنده یا دوستان ما میکوشیم که این منبع بزرگ رو ما فرو نگذاریم، در حقش جفا نکنیم، در جای راستینش بنشانیم و از او استفاده کنیم. منتها یکی از دکتر ببخشید من هفتون قطع کردم، یکی از اهداف جوامعی مثل ایران که همین الان نمونه‌هاشو در بعد از انتخابات اخیر می‌بینیم، رسیدن به دموکراسی.
و شما خیلی صریحا گفتید که از دل دین و دین اسلام شما نمیتونید دموکراسی بیرون بکشید. درست. خب این یه خود به نظر میرسه تضاد داره با اون چه صحبتی که دارید می‌کنید. نه خیر، چه تضادی داره؟ ببینید، من از تسالم و تصالح یا بگیم ملائم شدن دموکراسی و دین سخن میگم و این غیر از بیرون کشیدن دموکراسی از دین. بله، من و دوستان ما همیشه صریح بودیم در این امر که از دل دین نمیتوان دموکراسی بیرون آورد و یعنی یک نظمی که امروز به نام نظم دموکراتیک خوانده می شود با همه اجزا و ارکانش، اینا قابل استخراج از متون دینی است. اما مسلمان ها می توانند یه زندگی دموکراتیکی داشته باشند. مسلمان ها می توانند چنان با همدیگه زندگی بکنند که این زندگیشون و نظم سیاسیشون مبتنی بر استبداد نباشه، مبتنی بر خشونت نباشه، از حقوق مساوی برخوردار باشن و بسی از تعلیمات دینی رو که در اخلاق گفته‌اند اینها رو به عرصه سیاست بیارن. ما یکی از مهمترین چیزایی که الان کم داریم و مورد تأکید روشنفکری دینی است این است که به جای اینکه فقه رو به عرصه حکومت بیارید، اخلاق رو به عرصه حکومت بیارید، اخلاق دینی رو. این اخلاق دینی خیلی نکته‌های مهم و سنجیده داره. به هر حال همین دو کلمه، وقتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری از من خواست که یک شعار به او معرفی کنم که در تبلیغات خودش به کار ببره، گفتم شما همین نیم بیت حافظ رو بگو: با دوستان مروت، با دشمنان مدارات. بسیار خوب. حالا شما اینو بحثو کشیدین، احتمالاً این کاندیدا ممکن آقای کروبی بوده باشه، به احتمال خیلی زیاد، به دلیلی که شما ازش حمایت کردید. ولی این خیلی جالبه که شما اصولاً اسلام منهای روحانیت رو از این حرفا مطرح میکنید و در این حال در انتخابات اخیر شما جانب یا حمایت از آقای کروبی کردید که یک روحانیه. این چطور توضیح میدید؟ روحانیت غیر از یه روحانی خاصه. روحانیت یک صنف، یک قشر، یک منافعی داره، یک ارتباطات درونی خودش داره، بنا به تعریف بنده ارتزاق از راه دین میکنه، مدارجی در درونش هست. وقتی که شما واردش میشه اصلا یک واقعا شخصیت دیگری پیدا میکنید و جهان بینیتون عوض میشه. این در جای خودش. اما اگر از من کسی بپرسه مثلا مرحوم آیت الله طالقانی یا همین جناب آقای کروبی، دیگه بله اینا روحانی هستند. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بازرگان رو، وقتی که آقای طالقانی وفات کرد و ایشون در مجلس ترحیمشون سخن میگفت، میدونید چی گفت؟ یکی از جمله هایی که بیشتر افراد در اون زمان نپسندیدن این بود، گفت یکی از مزایای آقای طالقانی این بود که روحانی نبود. توجه فرمایید، به این معناست. آقای کروبی بله تحصیل کرده یه حوزه علمی قومن، تحصیل کرده دانشگاه هم هستن و به هر حال در شؤون و مشاغل روحانی و غیر روحانی هم بودند، البته نه در مدارج بسیار عالی. و من حق هر ایرانی میدونم که در سیاست دخالت کنه، چه در کسوت روحانی باشه چه در کسوت غیر روحانی. فرد نگاه می‌کنید. وقتمون خیلی خیلی محدود، کمتر از یک دقیقه وقت داریم. اگه یک سوال دیگه من شما بکنم و اون اینه که این وقایع اخیر ایران، شما چقدر خوشبینین که اینها واقعا به اون نتیجه دلخواه به زودی برسه؟ نه به زودی نه، ولی من بسیار خوشبینم برای اینکه من حالا وقتمون کمه. خلاصه حکومت ایران میکوشید که هر آلترناتیوی رو بزنه. در دست به دست شدن قدرت همیشه شما یک زوال مشروعیت دارید به علاوه یک آلترناتیو. زوال مشروعیت در مورد حکومت ایران به نظر من به طور کامل صورت گرفت. حکومت ایران همیشه نگران از ظهور یک آلترناتیو بود. هر کسی که آلترناتیو بالقوه بود سرش رو میزد. من فکر میکنم از جایی که گمان نمی بردند این آلترناتیو سبز شد، اسمش هم جنبش سبز شد و امیدهای ما رو هم سبز کرد و لذا امیدواریم که آینده هم سبز باشه. خیلی متشکرم دکتر عبدالکریم سروش از شرکتتون در برنامه وقایع دیگر. ممنون از شما.